شما 8 تا سیغه‌ای داشتم. چند؟ 8 تا. من چون حواس ندارم سوزنمو گم کردم. من 20 سال پیش ترکوندم. آقا ما خیلی به شما حال دادیم ما هیچ بهتون نگفتیم. من اصلا اینا رو قبول ندارم. اینا کیه؟ شما قد کوتاه دوست دارین؟ مسلط باشم. غیرتی هستم. عجیب. با مای 30 تومن شما کی میتونه زندگی بکنه؟ به من گفته بودن اینجا همه دخترای جوون هستن. سلام، خیلی مخلصم. حامد تبریزی هم. یه بلاندیت برای پدرها و مادرها گذاشتیم. یه اتفاق خیلی خفنیه که بریم داشته باشیم. چه اتفاقایی میخواد بیفته؟ خودتون معرفی میکنین؟ به نام خدا، من پاتریشیا هستم. چند سالتونه؟ من 60 سالمه. 60 سالتونه. خوب بله. موندید. مجردین؟ بله با اجازهتون. مجرد. شغلم دارین؟ بله. شغلتون میشه من بدون؟ سالوندار هستم. سالوندار هستی. مرسی. شما؟ صبا هستم. بله. خوشحالم که اینجا هستم. چند سالتونه؟ من واقعا 64 سالم. واقعا مرسی. خیلی سخت از خانم سنشون رو پرسیدم. من همیشه واقعیتون. مرسی، متشکرم. شما؟ سلام، من فیروزه هستم. بله. فکر می‌کنم 18 سالم بود. چند؟ 18. شما؟ من محمدی ام معصومه. چند سالتونه؟ والا من تا یادم بودم. چون؟ تا یادم هست بودم روزا. تا یادتون هست بودین. مرسی. شما؟ من نرگس هستم. چند سالتونه؟ 52 سال. 52. شما؟ ساده هستم. 48 ساله. خیلی ممنون. همتون مجردی؟ من نپرسیدم. مجردین همتون؟ بله بله. بریم که داشته باشیم. شرکت کننده اول خواهش می‌کنم تشریف بیارن. سلام. خیلی مخلصم. خودتون رو معرفی می‌کنین؟ بله، حیدری هستم از گیلان. چند سالتونه؟ 65 سال. 65 سال. بله. شغلتون چیه آقای ایدر؟ من تاجر برنجم. تاجر برنج. بله قربون. تو بازار. توی بازار تهران. بله قربون. بله. بعد درآمدتون؟ 2 تومن. این 2 میلیارد. 2 تومن. ما 2 تومن. 2 تومن. 2 تومن. بله. خب خانم، همونطوری که میدونین من سوال میپرسم. با آقا حیدر حال کردین بادکنک رو نگه میدارین؟ حال نکردین حالا به هر دلیلی بادکنک رو میترکونین. آقا حیدر، توی رابطه براتون لباس پوشیدن خانوما مهمه؟ یعنی لباس کوتاه بپوشن یا؟ خیلی مهمه. یعنی شما غیرتی هستی؟ غیرتی هستم. عجیب. غیرتی هستی؟ عجیب. بعد اگه مثلا شما خونه نباشین خانومتون یه دفعه بره بیرون بدون اجازه شما ناراحت میشین؟ نفسشو قطع میکنم. نفسشو قطع میکنم. یکم تون بود ولی خب غیرتی هستی. بله، خیلی حساسم با این موضوع. بله. خیلی حساس. دلیل اینکه شما ترکوندین چی بود؟ این آقا اصلا تایپ من نبود. بله مرسی. شما؟ به خاطر نحوه پوششی که ایراد میگیرن. بله. آقا حیدر میگه که به پوشش خانم اگه ایراد بگیری من با حال نمیکنم. بعد شما در ماه چند روز برای خانومتون وقت میذارین؟ آقا 24 ساعته. 24 زیر پاشم. بله. بله خواهش. بله. شما تاج سری. بله. چقدر هزینه میکنین براشون در ماه؟ ما 1 میلیارد. چقدر؟ ما 1 میلیارد. 1 تومن. 1 میلیارد. 1 میلیارد. بله. آخرین هدیه‌ای که الان شما مجردین درسته؟ چند وقته همسه؟ 14 سال فوت کردم. بله. خدا رحمتشون کنه. 14 سال با کسی نبودین؟ 8 تا سیغه‌ای داشتم. چند؟ 8 تا. بنده خدا. مگه میشه مرد بیزن باشه؟ ندی. خب بله. شما چرا ترکوندین؟ این حالا چیزش حرفی رو بگیره فوراً گرفتتش دیگه صداش کرد. نه اوکی. واقعی میگم. مرسی که واقعا حقیقت رو داریم. بعد شما تا حالا هدیه به پارتنرتون به کسی که باش بودین دادین؟ بله. ترکیه بهش ویلا دادم با شمال 2 تا. بله. تو لاهیجان شیطان کوب. بهترین جای گیلان. یه ویلا توی شمال دادین؟ به خانومتون یا دوست دخترتون؟ دوست دخترم سیغه‌ای اون. به سیغه‌ای تو. آقا خانم سواس جاش. اون سیغه‌ای. بله. شما واقعا کیس مناسبی هست. 90 متر بهترین جای لاهیجانه. کوچه 9. کوچه 9. بله. شما اگه با خانومتون برین بیرون هزینه رو شما یعنی هنوز با هم آشنا نشدین، دیت اول دیدار اولتون رو با هم رفتین کافه، شما حساب میکنین یا خانوم؟ خودم آقا با افتخار مردم آقا.
دم شما گرم. بله. هفته‌ای 7 روزم وقت میذارین؟ همیشه در خدمتش هستم، همیشه. حالا خانومتون شاغله، بله. همکار آقا داره و باهاشون در ارتباط، شما مشکل ندارین؟ من اگه ببینم که واویلاست دیگه. چی؟ من نبینم، ببینم واویلاست. من خیلی غیرتی ام. واویلا. واویلا. بیچارهش میکنم. با مرد صحبت کنم بیچارهش میکنم. من غیرتی ام. غیرتی. بله، بله. شما غیرتی هستین. بله. شما سوال ندارین ازشون بپرسین؟ شما که بادکنک نگه داشتین؟ ببخشید من چون حواس ببخشید. ندارم جان؟ من چون حواس ندارم سوزنمو گم کردم. از بغل از تو میتونی؟ که من 20 سال پیش ترکوندم. من یه سوال داشتم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. امکانش هست سیغه‌یاتون تبدیل به عقدیتون بشه؟ 100% خوشم بیاد. آره. چه شرایطی باید داشته باشه؟ چش آبی. بله، چش آبی. شما چشتون رنگیه. شما چشتون رنگیه. بله هیچی دیگه اگه کاشته که باید عقدم کنه دیگه. با چند سال شغل بود؟ شما چند سالتون بود؟ جان؟ 18 سالشون. آقا من باور نمی‌کنم 18 سال. نواز سالش. نه شما الان تو شناسنامه 18 سالتونه. نه همون میخوره، همون. شما سوال دارین ازشون؟ بله من خوشم میاد از اینجور صحبتایی که میکنن واقعا. خوشتون اومده؟ خوشم ایول. تشریف بیارین جلوتر لطفا. خوشتون اومده از ایش آقا حیدر؟ شما اسمتون؟ فیروزه. چه بلایی. همین قبوله آقا جون. همین قبوله. خب یه دقیقه اجازه. دیگه 90 سالش قبول دارم دیگه. همین قبول دارم. 90 نیست. آقا الان ناراحت میشه بادکنک میترکونه. زمان 90 ساله باشه به نظرم. چون 12 14 خیلی کم گفتی آقا. شما سوالی ندارین ازشون؟ من ایمان دارم که مردم گیلان پاک، نجیب، با شخصیت مردشون یه دست میزنیم بچه‌های پشت صحنه. دمتون گرم. واقعا اینو راست میگی. همش خوبن ولی مردای گیلان یه پاکی و معصومیت من دامادم تو مال گیلان. مرسی. شما بادکنکاتون رو بس نگه می‌دارین. خب آقا حیدر واقعا خیلی آدم خفن و جنتلمنی هستین. 2 تا بادکنک ما داریم. ببین دوستان دیگه ترکوندن، خب با شما مخالف بودن. خدا پدرتو بیامرزی که بلدی. حالا اونا اوکی نبود. 2 تا خانم بادکنکا رو نگه داشتم. سوال کسی داره از آقا حیدر عزیز ما بپرسه؟ من سوال دارین؟ بفرمایید. آقا حالا میخوایم باشون وارد بفهم. شما ترکوندی بفهم. ببخشید می‌خواستم بگم الان با این 2 نفر میخواین چیکار کنید؟ نه با 2 نفر، با یه نفر آشنا میشن، میرن کافه با هم صحبت میکنن. بله. نه یه سوال آخرم بپرسم که چه چیزی در نگاه اول شما رو جذب خودش میکنه؟ چش آبی. بله عاشقشم. چش آبی یعنی چش و ابرو مشکی باشه اصلا توجه بهش نمی‌کنی. قبول دارم 2000. بابا چشش شلاقه ایراد نداره، من به واقعی میگم. من سیاوش بلیستم. اون دوست دارم. حتی اگه 90 ساله باشه. حتی 90 ساله باشه میخوام. هفته چند روز براش وقت میذارین؟ همیشه. هر ساعت هر دقیقه 24 ساعته. هر چقدر هزینه بخواد 1 میلیارد در ماه میدم بهش. ای کاش من خانم بودم اینجا وایساده بودم چشامم رنگی بود. تاجر استاد من تاجر برنج هستم. خیلی درآمد دارم. من یه سوزن میتونم از شما بگیرم؟ سوزن دارین شما؟ بله. این سوزن رو به شما من میدم آقا حیدر. خیلی مخلصم. شما تاج سرین. خیلی لذت بردم. 2 تا بادکنک اینجا داریم. یکی از بادکنک ها رو شما میترکونین، اون بادکنک که بمونه شما با ایشون میرین، انشالله اگه جفتتون هم موافق بودین میرین یه کافه میشینین با هم صحبت کنین، انشالله کاراتون بشه و عقدشون کنین و بگیرین. سالم بمونه. بادکنکی سالمونه شما باش میرین کافه. الان شما یکی از بادکنک ها رو بترکونین و اون یکی رو نگه دارین. آخه من اینجا تعجبم. شما من خیلی تعریف کرده. من چیکار کنم؟ نه دیگه حالا دیگه بازیه دیگه. چش. چا؟ ترتیب اصلا نه. بله. خواهش می‌کنم. برم آقا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقا به افتخارشون دست بزنید. خودتون یه بار دیگه معرفی می‌کنین؟
فیروزه اندرخواه هستم. بله با فیروزه خانوم. شما آقا حیدر انشالله یه کافه برین و همین الان سیغه بخوریم دیگه آقا. نه دیگه نه الان نمیشه. شیخ باش چشم. آره شما قصدتون ازدواج یعنی نیت خیره درست. خدا رو شکر ما اینجا یه ثوابی کردیم در راه. شما چند سالتون بود؟ من 65 سال. شما با خانم فیروزه تشریف ببرین پشت صحنه ان دیگه مبارکه. به افتخارشون دست بزنید. بفرمایید. بفرمایید. به به مبارک ها باشه انشالله. آقا حیدر گلو زدی یا نه؟ بله 100%. به به فیروزه خانم چند وقت بود سینگل بودین شما؟ والله خیلی وقت. غیرتی شدی؟ بابا بذار بری محضر عقدش کن. همسر من باشه من حق الان که حق دارم بگم به این وقت بیاد 2 دقیقه که. ماشاءالله جوونا باید یاد بگیرم به خدا. دوستش دارم آقا. الان؟ بله دوستش دارم. فیروزه خانم شما چی؟ شما هم اونقدر دوستشون داری؟ بله چون شخصیتشون رو دوست داشتم و خوش آمد ازم. آقا بزنید به افتخارشون. به به بریم محضر. بله آقا بریم محضر. بریم آقا بریم. آقا بریم نفر بعدی. بریم تشریف بیاریم. سلام خیلی مخلصم. خیلی خوش اومد. یکم نزدیکتر خودتون رو معرفی میکنین؟ من سعید محمدی هستم در خدمتتون. آقای محمدی. آقا سعید چند سالتونه؟ من 58 سال. 58 سالتونه. شغلتون چیه؟ من طلا فروشم. طلا فروش هستی. آقا سعید مجردین؟ بله اگه خدا بخواد. چند ساله؟ حدوداً 10 15 سالی هست. تو این 10 15 سال با هیچ کی نبودین؟ چرا؟ بودین. شغلتون طلا فروشه دیگه. الان هم دیگه طلا هی بالا پایین میشه. پایین که نه بالا میره و وضع شما هی بهتر میشه. بله یه در مالیات نفهمه. اگه دارم خدا رو 100,000 مرتبه شکر ولی انشالله خب وضع همه خوب بشه. آقا سعید شما توی رابطه برای همسرتون چقدر وقت میذارین؟ خیلی روزی چند ساعت؟ 8 ساعت 9 ساعت. 8 ساعت. سر کار نمیرین کلا خونه ای؟ کلا بله مغازه رو میرم دوستان انجام میده. بعد اینکه هزینه چقدر میکنین در رابطه‌ای که دارین با 10 میلیون ماهی 10 میلیون. کمه یا زیاده؟ ماهی طلا فروش نبودین؟ بله دیگه. ببخش. دلیل ترکوندنتون چی بود؟ خسیس بودنشون. خسیسم. بله. زیاد گفتم؟ زیاد که نه یه جور گفتین کمرمون شکسته 10 15 تومنشو. درآمد ماهیانتون چقدره؟ 3 4 تومانی میشه. از 3 میلیارد دیگه 10 میلیون هزینه همسرتون میکنین. دارندگی و برازندگی. آخرین باری که پارتنرتون رو مسافرت بردین کجا بود کی بود؟ 2 هفته پیش بود برم شمالمون. بعد اونجا برایش یه ویلا گرفتم. بعد یه ماشین شاسی بلندم براش خریدم. آخه الان گفتین 10 میلیون هزینه میکنم الان میگین شاسی خریدم. به هر حال گفتم دیگه راضی باشه دیگه. اون خاص بود. بله. خاص بود. بله. میل اون. توی رابطه چقدر حساسین؟ یعنی توی رابطه‌ای که دارین به خانومتون چقدر محدودش میکنین؟ اجازه میدین با دوستاشون مسافرت برن، تنهایی خرید برن یا نه؟ میگین فقط باید با من بیرون برین؟ دیگه باید با خودم برم. آن تنهایی؟ تنهایی هرگز. تنهایی است. خیلی غیرتی هستین؟ یه کمک. از خونه بیرون نباید بره؟ نباید بره. باید اجازه بگیره بره. بعد اجازه. بعد توی رابطه این اختلاف سنیه واسه تو مهمه؟ نه زیاد نه. یعنی یه خانومی از شما 10 سال بزرگتر باشه مشکل نداره؟ پولدار باشه مورد نداره. من الان شما پولدار نیستین؟ هستم. پس چطوری پولدار میخواین؟ بازم با هم کنار میریم دیگه. شما سوالی ندارین ازشون؟ سوال الان شما اگه وارد رابطه بشین دیگه با اون یه نفر میمونین تا آخرش؟ بله ولی خب حالا میگه خداوند میگه خدا یکی زن یکی. یعنی اگه با یکی اوکی شدیم بازم دوست داریم با کسای دیگه؟ تنوع خوبه دیگه. بعد شما چرا پاتکنکتون رو ترکوندین؟ بعد با یه نفر باشن. 100%. شما؟ اینکه ایشون فرمودن ممکنه ذهنشون با کسی باشه ولی فیزیکی با کسی دیگری، ولی خیلی ضد و نقیض صحبت میکنه. خیلی. شما برای چی ترکوندین؟ بله. شما مشکلی پس نداریم با این قضیه؟ نه من چون هم طلا فروشه هم فامیلی خودمه. میگه زن پول میخواد و گوشت، تو برو طلا تو بفروش.
یه دست سوسماس، یه دست بزنید. من عذرخواهی میکنم، شما مگه توی نفر قبلی نگفتی من 20 سال پیش ترکوندم؟ اشتباهی ما ترکوندم، ولی خب حسنایی که این آقا داشت اون نداشت. با هر کی هم میخواد باشه. شما سوال پیدا کردم. شما سوال دیگه ندارین ازشون؟ نه دیگه، اگر راست گفته باشن الان قبولش. خب من سوزن شما رو میتونم داشته باشم؟ باید یه سوزن از بچهای پشت صحنه من بگیرم، یه مزاحم شما نشم. آقا سعیدی این خدمت شما، ایشون بادکنکشو نترکونده، حالا قدنم به هم نمیخوری. من که کوتاه بودن انتخابشون کردم. شما قد کوتاه دوست دارین؟ مسلط باشم. فقط شما بکنم پاشتی بلند پاشتی. نه تازه با کفی از خانم. در بردم کف شما، پاشنه بلند در آقا سعید عرضم شما هم قد بلند دوست دارین؟ بله. آقا سعید خدا سلامتی بهتون بده. آقا سعید الان من به شما سوزن دادم. اسم شما چی بود ببخشید؟ معصومه محمدی. خانم معصومه محمدی عزیز، اگه شما دوست داشتین با خانم محمدی، معصومه محمدی، برین یه کافه‌ای که دیدار دوم با هم دیگه صحبت کنین که بادکنکشو نترکونین. اگه نه خوشتون نیومد بادکنکشو بترکونین. بفرمایید خواهش می‌کنم. خواستین بترکونین؟ منصرف شد چون گفتن نه منصرف شدین؟ ولی میخواستیم بترکونین. پس بترکونین دیگه. بترکونین دیگه. بترکونین. خیلی گناه. خواهش میکنم نکنم این کارو. دوست داشتین بترکونین؟ شما گفت دلمو میسوزونید. مشکله. باز به افتخارشون یه دست بزنید. نه دیگه نترکونین دیگه. من نمیدونم الان میخوایم بترکونین یا نترکوندین. پس با هم میرین یه دیت بیرون. یعنی گفتن نه نه خواهش الان نترکوندین، با هم دیت هم میریم بیرون. به افتخارشون دست بزن. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید شما بفرمایید. به چه دیت جذابی بود. به آقا محمدی چی شد؟ می‌خواستی بترکونی نترکوندی؟ خدا قسمت شد دیگه. حالا عزیزم برات شمش بگیرم یا مغازه برات سینیریز بیارم. ببین کارادا. ببین کارادا. خودت طلا فروشی میگی شمش بیارم یا گردن بند؟ اجرت نداره عزیزم. بابا موقع مخ زدن یه چی دیگه میگفتی آقا محمدی، الان میگی اجرت نداره؟ حالا دیگه شرایط اینجوری ایجاب کرد. شما دووم نمیارین. الکی با هم آشنا نه همزنی نکن عزیز من. تو خسیس بازی داری رسیدی. ما گمون نکنم. نه ببین فونی داره. دو حرف شد. ما گفتیم محمدی ها هم زن دوستن هم که دست و دل بازن. بیادبیه. ببخش میگی شمش بیارم یا گردن بند؟ خیلی مهمه عزیز من. بابا شما دووم نمیه. یه دقیقه صبر کن آقا. شما آقا محمدی قدتون رو دیدین؟ آره یه مقدار محمد یه شاسی بلند براش میگیرم. مبارکتون باشه ان شاء الله. مبارکت بدیا از خودت میگیرم میدم. بریم محضر. ما بریم محضر. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. خب بریم مثلا نفر بعدی. بفرمایید. سلام ارشد. خیلی مخلصم. اما اسم شریفتون؟ من علی نادری هستم. آقای علی. آقای نادری چند سالتونه؟ 70 سال. 70 سال. تاج. آقا به افتخارش یه دست بزنید. شغلتون چیه علی آقا؟ من بازنشستم ولی الان تو بنگاه معاملات ملکی فعالیت میکنم. به خدا شما رو سلامت کنه. دلیل ترکوندنتون؟ خوشم نیومد. من اصلا قصد نداشتم بترکونم. این سوزن ناخودآگاه خورد به بادکنک. خیلی ممنون. با قیافه‌شون حال نکردم اصلا. منم حال نکردم. خیلی شما مرد شریف و بزرگی هستین. به افتخارشون دست بزنید. مرسی. خیلی خوشحال شدم. ببند. من اصلا اینا قبول ندارم. من اصلا اینا رو قبول ندارم. اینا کی هستن بترکونن نترکونن مهم نی. آره. گفتن که بله. نظر شماست. بفهم. بله زنده باشید. بفهم. خیلی دست بزنیم افتخارش. بفهم. علی آقا چی شد؟ همه ترکوندن که. مهم نیست. اینا اندازه‌های من نبودن. اینا کی بودن اومده بودن؟ 4 تا قشنگ باید می اومدن. علی آقا همشون ترکوندن. من رفت تو جان تو خوشحالی اول شد.
چی بودن اینا؟ نه قیافه‌ای داشتن، نه قشنگی، نه قد رعنایی داشتن. حتی اینو نگیم که میسوزیم، ولی علی آقا کاش خودم خیلی سرتر از اونا هم. جدی؟ بله رزومه من نگاه کنید من کی هستم. میخوای 4 نفر دیگه هم بیاریم باز امتحان کنیم؟ ضرر نداره. علی آقا عشق منه. کاش من خودم دختر بودم، من میتره کندم. کنه مرد باش مرد. خیلی مخلصم. فدای شما بشم. این از علی آقای جذاب داستان ما. بریم. مخلص شما، زنده باشین. تا صبح هستش. نه امشب کافیه. قصه نخوری ها؟ نه چرا قصه؟ آخه احساس کردم خیلی مخلصم آقا. اینا رو گذروندم دیگه 70 سال حالمو کردم دیگه. به به عشق منی آقا، با اجازهتون خیلی مخلصم. خدا نگهدار. تا اینجای برنامه اوکی بودین؟ بود همه چیز خوب بود. خدا رو 100,000 مرتبه شد. بریم واسه نفر بعدی. یه تشویق بکنیم. تشویق خیلی مخلصم. کوچیک شما. ببین اسم شریف؟ من علی ملکی هستم. علی آقا خیلی مخلصم. چند سالتونه؟ من 54 55 54 5 سالتونه. شغلتون چیه علی آقا؟ من تو کار ساخت و ساز هستم، بازسازی میکنم، همه کاری میکنم. سلامتی ان شاء الله. درآمدتون مشخصه؟ خدا رو شکر هست. 500 تومن، 1 تومن، کم و زیاد هست. خدا رو شکر. مجردین؟ نه متأهلم. متأهلین اومدین تو برنامه؟ بله. آشنا بشین با، یعنی میخواین با یکی دیگه ازدواج کنین؟ بله. همسرتون موافقه؟ همسرم خیلی سر شلوغه، تو بهش گفتم. گفتین که من دارم میرم؟ آره چون پزشک هستن، بچه‌هامون هم هستن، نمیرسن. ما آخر هفته که میخوام بریم بیرون، هفته‌ای 2 ساعت 3 ساعت نصف روز وقت بذاریم با یکی باشیم. آخر هفته ها با یه کیس جدیدی میخوان؟ بله. صحبت کنیم بالاخره. درست. یعنی شما هفته چند ساعت برای شخص جدید میخواین؟ بستگی داره. یه موقع سرمون شلوغ شد همون یه هفته هم نرسیدیم، ولی یه موقع سرمون خلوت شد هفته 1-2 روز وقت خالی شد. به کارمون بستگی داره. قدتون چنده علی آقا؟ 1.83. چش نزنی. من نوکم بیشترین. با کفشام. بله. از قدشون خوشتون نمیاد؟ نه با حرفای قبلش که متأهل. آره متأهله. بعد اصلا لزومی نداره که دیگه شما اصلا لزومی نداره که یه بار ازدواج کردی بخوای دوباره ازدواج کنی، بعد تازه وقتم نمیخوای براش بذاری، بعدم شما وقتم نمیخوای براشون بذاری. هفته‌ای 2-3 ساعت، تازه اگرم نشد ماهی یه دفعه. دیگه خودتون گفتید دیگه سرم شلوغ باشه اصلا احتمال داره براش وقتم نذارم. خب من با این قضیه هم توی جوب نمیره، به خاطر همین. خوبش پیدا کنید. علی آقا شما بین مادر و همسر کدوم انتخاب میکنید؟ دیگه فکر کردن مادر. بله مادر. ولی خب من موافق حرف شما. به افتخار علی آقا یه دست بزنید. من از همین تریبون خاک پای تمام مادرای سرزمینم هستم و واقعا دم شما میگم. هر کی یه جایگاهی داره، ولی مادر یه چیز، مادر دیگه به وجود نمیاد واقعا. هر کسی جای خودش هست دیگه. بله. میگم اگه همسرتون بخواد با دوستاش بره مسافرت، شما یکم میان جلوتر بخش. اگه بخواد با دوستاش بره مثلا یه دفعه ترکیه، آنتالیا، اوکی این؟ نه ترکیه که نه، ولی داخل ایران باشه، دوستاشو بشناسم، اینا مشکل نداره. مشکل نداره. یه دفعه بیای خونه ببینی با گوشیش داره چت میکنه، چکش میکنین؟ من مطمئنا کسی رو که انتخاب میکنم میشناسمش دیگه، قرار نیست که شک کنم. چکش هم نمیکنین؟ گویتر از این حرفایی. جان؟ ما گویتر از این حرفا. گویتر از این حرفا هستیم. شما پرسیدم چرا ترکوندی؟ شما چرا ترکوندی؟ خب برای اینکه اولویتشون خانم مادرشونه، بعد اون شخص دوم. یعنی شما میگی باید اولویت اول همسر باشه؟ اول بله، یا کیس مورد نظرش. شما برای چی ترکوندی؟ خوب هستین؟ منو یادتون چهره‌تون آشناه شما. بله من از دوستای خیلی صمیمی خانم شما هستم. صبا هستم. بله بله پسرتون مرده بود. بله درسته. بله ولی انقدر شما رفتارتون همیشه درسته که من به قداست شما همیشه قسم میخورم. ولی یه مطلبی میخوام بگم. شما انتخاب با شماست، ولی کن میدونید من و خانمتون خریدام همش با همه. پیرم میخریم با هم، کفش میخریم با هم. بله بس که شما شریف هستین. پری روز با خانمتون دوتایی رفتیم فروشگاه پارچه بخریم. من خریدم، انتخاب کردم. به ثریا جون گفتم ثریا ببرن به اندازه. گفت نه دیگه برام مهم نیست.
گفتم چرا برات مهم نیست؟ گفت اصلا به من توجه نمیکنه، اصلا منو نمیبینه، حرفاشو به من میزنه. الان ببین شما ذهنیت بله کاملا، ولی شما الان انتخابتون رو کردید برای اینکه شما رو دوست داره. بله انقدر که شما رو دوست داره و دوست داره این زندگی خراب نشه، به خاطر اینکه این زندگی خراب نشه و شما رو خیلی دوست داره، میخواد شما رو هم نگه داره، ولی حالا شما هم با کسی دیگری، ولی بدونین داره نابود میشه، داره از بین میره. من سعی میکنم با کسی هم که این رابطه برقرار کنم بهش بگم من در درجه اول اولویتم زندگیمه، بچه‌هامه، خانوممه، ایشون هم جایگاه خودشون داره. پس ایشون باید تجدید نظر کنه. نه نمیشه. ایشون باید تجدید نظر. شما نه به حق خودتون درس میگید. شما محترم هستید، دوستتون دارم، ولی جای خودتون حرف بزنید. مرسی. ممنون. خب شما سوالی ندارین بادکنکتون رو نترکوندین؟ نه با اینکه متعلق هستن مشکل ندارین شما؟ نه مشکل ندارم. یعنی اوکی. بله. چون قدش بلنده؟ بله. دومی که من خودم هم درگیری‌های زندگی خودم رو دارم، خودم هم نمیتونم اونقدی تایم بزنم بعد رابطه. مشکلی ندارم. نه. اوکی. علی آقا من خیلی مخلصم، شما یک فرد عزیز و دوست داشتنی هست. من به شما یه سوزنی میدم، گیر کردم تو لباسم. من یه سوزنی به شما میدم. دوستان که ترکوندن، این خانم نترکوندن دلیلشون اینه که از شما خوششون اومده. شما میتوانید بادکنک ایشونو بترکونین و ایشونو حذف کنین، یا نه بادکنکشون رو نگه دارین و یه ملاقات دیگه با هم یه قرار بذاریم، برین داخل کافه بشینیم بیشتر با هم آشنا بشیم و انشالله کاراتون بشه و هرچی خدا میخواد. هرچی خیر باشه. بفرمایید آقا دست بزنیم اگه خواستیم بترکونین، نه که نه ترکونم. بفرمایید مبارکه، دست بزنید به افتخارش. من دندونام ریخته. بابا خیلی زبلی. نه بابا کجای کاری، ما تا حالا جوونیامو ندیدی. به خدا اینی که من میبینم جوونیات ماشاءالله هزار ماشاءالله میزنم به تخته. نزده به تخته دوتا داری، بزنم چی میشه دیگه؟ حالا از کجاش خبر داری؟ خانم واقعا مشکلی نداری شما؟ نه مشکل ندارم. الان حالا تو جوش قرار گرفتیم، بعدم برین تو زندگی واقعا پشیمونش نکن. با نون ما رو نبر، ولش کن، زندگی تو کن. سوال تو بپرس برو، ولش کن. اگه بعدیو بگیره چی؟ نه دیگه با اون مشکل دارم. بستگی به خودش داره. پس چجوری خانم اولشون مشکل نه شما مشکل دارین با سومی؟ اون زن زندگیه، این زن مسافرته، برای که هر کسی را بهر کاری ساخته. ما یه باشگاه یه دمبل داشته باشی، اینور یه شیکر داشته باشی، قمقمه داشته باشی. خداوند بهت چقدر استعداد داده باشه. خیلی وسواسی؟ آدم یه بار دنیا میاد. نه خب برای هر چیزی یه زن داری انتخاب میکنی. برام مسافرت یه زن باشه. هر کسی یه استعدادی داره. خیلی خوبی. علی زبل معروفه هستن. به افتخار علی آقا دست بزنه. مخلصیم. خوشوقت باشین. بفرمایید. بریم واسه نفر بعدی. تشریف بیاریم. خیلی مخلصم. فدای شما باشم. خودتون معرفی می‌کنید؟ ایلماس هستم، سفرپناه، 60 سالمه. شغلتون؟ نمایشگاهی ام. کار املاکم میکنم. خانم شما کی هستین برای من میترکونی؟ خودم بترکونم دورت بگردم. مرد 60 ساله که شلواری میپوشه کنسل. شلوار ها؟ نه شلوار پارچه‌ای بپوشم خوشتون میاد؟ اومد خجالت بکشید. لباس فکر نمی‌کنم به درد سن شما بخوره. الان خودت که شلوار جین پوشیدی. من فرق می‌کنم. یعنی خانم‌ها جین بپوشن آقایون نپوشن؟ نداره اصلا تیپ خانم تو کار. خب این یه علامت مظلومیت مردای این سرزمین. نه مظلومیت این 60 سالتونه دیگه، با این سن نباید الان با این تیپ جلفو بزنید که. تیپ من جلفه. چی بپوشم شما راضی باشی؟ من اصلا کلا برای من کنسلید شما. ببین من لباسی میپوشم، عینک میزنم، تیپی که میزنم خیلی طرفدار داره. جواب کسایی رو میدم که اصلا جواب تلفن شما رو نمیدن. شما شماره ایشون رو دارین؟ جواب تلفنتون رو نمیدن. من اصلا میگم در شخصیت من نیستن ایشون که بخوام شماره‌شون هم داشته باشم. نظر شما چیه؟ والا ایشون داره به خودش توهین میکنه. یه مرد جنتلمن ندیدن. اینا مثل تو هوای آلوده نفس کشیدن، هوای تازه ندیدن. ببین لباس به این قشنگی. چیش دوست داری همسرت چه شکلی باشه بانو؟ من ایدئالاز شما نیستی. شما نیستی، ما میتونیم از خیلی های دیگه بپرسیم. نه من کسی که پیدا کنم ایدئالم باشه بهش میگم چه خب من یه بار واقعا بحثی جوش اسمتون یادم رفت.
ایلماز. بله آقا ایلماز، شما آذری زبان هستین؟ خیلی مخلصم. فدای شما باشم. درآمدتون عدد مشخصی داره که به ما اعلام کنین؟ خدا بده برکت. چقدر برای پارتنر خودتون واسه همسر خودتون هزینه مجرد هستین؟ چقدر هزینه می‌کنین واسه همسر خودتون؟ من دوست دارم همسرم یا اون کسی که باهاش وقتمو میگذرونم شوخ طبع باشه، مهربون باشه، اینجوری تیراندازی نکنه، یعنی بلد باشه، دل ببره. ما وقتمون رو داریم با هم دیگه میگذرونیم. یه بار به دنیا اومدیم زندگی کنیم. تو اولین حرکت من دوست داشتم که مورد توجه قرار بگیرم، نه اینکه بادکنک بهتره کنم. شما لباس خوب پوشیده بودین که جلب توجه کنین، دلبری کنین. خب تا به حال پارچه‌ای میپوشیدم، شلوار. امروز لکسنفورد. بله خب اکثرا این شکلی هم دوست دارم بپوشم. چقدر هزینه میکنین واسه همسرتون در ماه؟ همسرم اگر مشتی باشه اصلا دو تا رفیق باشیم خیلی، چرا که نه، بریم هر چی دلش خواست بخرم. یعنی شما تو دیت اول، تو ملاقاتی که اولین بار میخواین با هم دیگه برین توی کافه بشین 100% شما حساب میکنین؟ بله اون که چیزی نیست، 100%. شرایطش نگاه میکنم ببینم چی خوشحالش میکنه، من 100% براش هزینه میکنم. شما تا حالا عاشق شدین؟ آره نوجوان بودم یه بار عاشق شدین و به عشقتون رسیدین؟ نه متاسفانه. نرسید؟ نه متاسفانه. ولی خب یه بار رفتم ببینم بعد سالها، اونم شوهرش تفلک رفته بود، حالا کاری ندارم، رفتم ببینمش، فکر میکردم همون آدمه بعد 35 سال. بعد دیدم اونم تفلک پیر شده و لباس پارچه‌ای میپوشه و شلوار معمولی پوشیده بود. اصلا خوشم نیومد. اون احساسی که بهش داشتم اونی نبود که فکر میکردم. شهریار میگفت آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا حالا که افتادم از پا چرا. ولی شهریار زمان این شعر رو خوند که طرف اومد پیشش. بله. شما طرف متأهل بود رفته بودین این که نه متأهل نبود، ایشون مجرد. مجرد شده بودن. فکرم گفتین که همسرش رفته بود در خونه. من عذرخواهی میکنم بعد متوجه شدم. عزیزین همسرتون اگه بخواد با دوستاشون برن مسافرت مشکل ندارین؟ مشکل ندارم به شرطی که منم تو اون جمع باشم. اتفاقا بگو بخند و خون. نه دیگه جمع خانومانه است، شما رو نمیبرن. چه ایراد داره؟ منم دعوت بکن آقا. اگه دعوتتون نکنن. من یه بار کمک داشتم میتره. جان؟ یه بار کمک دیگه داشتم حتما میتره. خیلی دوست دارم من تو جمعشون باشم، خصوصا خانوما. اینا رو نگاه نکن میتره کنن. اصلا ببین من با جاهایی میرم، مراسماتی میرم، دور همیهای خوشگلی میرم که اونجا خیلی تحویلم میگیرن. به محضی که میفهمم من دارم میرم اسفند دود میکنن، چای آماده میکنن، حاجی اومد. چرا ترکوندین؟ تنوع طلبه از هیچ نه این شکلی نیست. نه من فکر کنم ایشون از هیچکی نمیگذره. دوست دارم تو جمع خانم‌ها باشم، شعر بگم، بخونم. شما آقا نه بابا دعوتم میکنه. جمع زن باشه افت داره. شعر بگید تو جمع. اینقدر شعر بلدم، خانم‌ها خیلی هم خوششون میاد. بله. نه اصلا کنسل. شما برای چی الان بادکنکتون رو ترکوندین؟ به خاطر اینکه عشقشون رو خیلی زود شاید بگم رها کردن. فکر نکردین که الان به دل اون چی میگذره. اون اگر ازدواجم کرده باشه تمام وجودش پیش شماست، همونطور که شما الان بعد سالها اعلام کردید. پس بهش داشتین فکر میکردین که الان مطرح کردین. کاش همون موقع میرفتین دنبالش. البته خب شرایط روزگار اون موقع هم باید در نظر بگیریم که اینجور چیزا به شدت تابو بود، نمیشد نزدیک شد. ما یه بار توی کاغذ مثلا با اون چیزای ساده نامه نوشته بودیم، بابام فهمید تا 1 ماه من اصلا تمام شب و روزم یکی شده بود. برادراش ریختن. ولی هنوز احساسم نسبت بهش بود. من به خاطر همین فکر کردم. گفتم الان چقدر شما عاشقش بودین که هنوز هیچی نگفتین، فقط گفتین عاشق دختره. مسئله اینه که با هم الان چرا گفتم شعر بگیم، بخونیم، فلان فضا آزاد باشه، چون اونجا آدم میتونه راحت انتخاب بکنه. از بس دهنا بسته بود، نمیتونیم احساس. شاعر میگه میگن چه عشقی تو دنیا، عشق ما با هم رفتیم بیرونی، به افتخارشون دست بزنید. باید جان اجازه می‌خواستم یه تیکه بخونم حالا که فضا. پس بفرمایید. بله خواهش می‌کنم. میتونم بخونم؟ بله خواهش می‌کنم بفرمایید. خب اون از گلپا میشه خوند؟ بله خواهش میکنم بفهم. من یه پرندم دست آرزو دارم که با هم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم، کاشکی تو بیای چراغم باشی، هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی،
تا زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم میمیرم اگه با تو نباشم. فضا عاشقانه شد. عالی بود آقا، به افتخارشون دست بزنیم. ماشاءالله ماشاءالله. مرسی ببرم. به آقا ایلماز گل خوشتیپ. دورت بگردم. اول بترکون واسه شون خودت. نترسید عزیزم. بابا آقا ایلماز خوش به ترکونه واسهش میترکونید. آقا ایلماز ماشین چیه؟ لکسوس. بابا زن میخوای چیکار؟ آخه تو این برنامه ها چیکار میکنی؟ شما با هم بریم دور دور اندرزگو اشغال کنیم. هستی؟ من هستم. پس بزن قدر. دورت بگردم. تنهایی؟ آره دیگه دوتایی دیگه. خودم و خودت؟ بابا تو خیلی اصلا این کاره. آقا ایلماز صدات خیلی خفن بود. دورت بگردم. یه دهندی ما رو مهمون میکنی پشت صحنه. ای ساقی آرامم کن، دیوانه همرامم کن، من خسته ایامم، ساقی تو آرامم کن. حله؟ ببخش تموم شد؟ بله. عالی بودی ایلماز، عالی بودی. لیاقت تو بیشتر از ایناست. اختیار داری، سلامت باشی. اصلا اینا رو ول کن. جانم. بریم. شب ساعت چند پارتی مهمونی؟ امشب؟ آره امشب. فکر کنم حالا بهت اطلاع میدم. آقا بزن به افتخار شرکت کننده جدیدمون. بفرمایید. خیلی مخلصم. خیلی خوش اومدید. خودتون رو معرفی میکنین؟ مهیار محمدی هست. آقا مهیار عزیز چند سالتون آقا مهیار؟ 42 سالم. ولی زود دیگه سفید کردی دیگه. مده. خیلی مخلصم. شغلتون؟ استاد دانشگاه هستم، دکترا دارم. دکترا. به سلامتی انشالله. اون حقوق ثابتی دارین دیگه درسته؟ چقدر؟ 30 میلیون. 30 میلیون. بسیار عالی. آقا مهیار مجرد؟ بله. مجرد هستیم. و اینکه توی رابطه وقتی یه خانم رو شما تو دیت اول توی اولین بار که ما ملاقات میکنین چه چیزی تو اون خانم برای شما جذابیت داره که اول جذب چی میشین اولین بار؟ جذب چهرهش برام خیلی مهمه، اونم ساده باشه. بعد قدشون خدا آفریده باشه. نچرال باشه. بله دقیقاً. قدشون براتون مهمه؟ نه متوسط. شغلشون چی؟ ببخشید من اینجا داشته باشم شغلشون مهمه؟ نه اصلا برام مهم نیست. یعنی شغل نداشته باشن؟ نداشته باشن. تحصیلاتشون چی؟ حداقل دیپلم داشته باشن. حداقل دیپلم داشته باشه. یعنی خانومتون اگه درآمد داشته باشد یا نداشته باشه واسهتون زیاد اصلا اهمیتی نداره. اصلا اهمیتی نداره. با دوستاشون میخوام برم مسافرت، مشکلی ندارین؟ نه اصلا مشکلی ندارم، هر جا دوست دارم برن بیام. بعد عرضم به خدمت شما که اگر شاغل باشن و همکار آقا داشته باشن و با این آقا در ارتباط باشن، حالا کاری یا هر چیز دیگه ای، ملاقاتی داشته باشن تو کافه کاری، مشکلی ندارین؟ نه اصلا هیچ مشکلی نیست. هیچ مشکلی. اعتماد دارم. آدم غیرتی خیلی سفت و سرسنگینی نیستین؟ اصلا به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. بله. آدم بروزی هستم. بروزی هستین. بین مادر و همسر یا عشقتون کدوم انتخاب میکنین؟ اول همسرمو. اول همسر رو انتخاب میکنین؟ با ایشون دارم زندگی میکنم. شما سوال خاصی ندارین ازشون بپرسین؟ من یه سوال دارم. شما واقعا یعنی دیگه هیچ صحبت دیگه ندارین در مورد چیزای دیگه، ابعاد دیگه زندگی؟ این سوال خودتونم بعداً میفهمین. ننم جانی کن بده. بله در یه ذره فکر کنید ببینید باز دیگه حرف دیگه ندارید در مورد کیس مورد علاقتون؟ بله. شما سوالی دارین ازشون؟ والا ایشون آدم خیلی متشخص و خوبیه، ولی من فکر میکنم وقتی آدم کسی رو دوست داره نسبت بهش غیرتی میشه، نسبت بهش میگه چرا، گاهی وقتا چگونه، برای چی. من احساس میکنم ایشون بسیار برای من قابل احترامن، ولی احساس میکنم مثلا انگار رفتن یه تیشرت خریدن آوردن. اون عشق عمیقی که ما خانوما دوست داریم و در ایشون ندیدم. عشق دارم ولی دوست ندارم بخوام محدود کنم. چون بهشون اعتماد دارم، شناخت دارم، به هیچ عنوان نمیتونم ایشونو محدود کنم. من فکر میکنم این آقا تمام ایدئالایی که یه خانم باید داشته باشه رو دارن. یه آقای کاملا بدون نقصن. مرسی. ما به مرحله‌ای رسیدیم. شما که سوالی ندارین از دوستان؟ سوال می‌خوایم بپرسین؟ ما به مرحله‌ای رسیدیم که آقا میلاد، درسته دی آقا میلاد؟ آقا مهیار، من عذرخواهی می‌کنم ببخشید. آقا مهیار به مرحله‌ای رسیدیم دوستان دیگه بادکنکاشون رو نترکوندن. شما با یک شخصی باید اینجا اوکی بشین.
اگه دوست داشتین بادکنک اون یه نفر رو نگه میدارین، دوتاشون رو میترکونین ولاغیر هر ستا رو میترکونین و تموم. یه دست به افتخاره دوست عزیزمون بزنین. بله ایشون هم ترکوندی هر ستا رو؟ بله دیگه چون به من گفته بودن اینجا همه دخترای جوون هستن. جان؟ به من گفته بودن اینجا همه دخترای جوون هستن. اینا همه مادر. شما کجا رفتین یو؟ میگم از مادرم هم بزرگترن. من جوابی دارم. بله ایشون حق دارن. الان حساب کنید ایشون میگن من 30 میلیون درآمد دارم. منم مثل ایشون مثل خانم ها تحصیلات دارم، کار مهمی دارم. من الان حقوقم از شما خیلی بالاتره. دقیقاً یعنی دارم میگم من عمرم مفید بوده. من بزرگترم، این خانم‌ها بزرگتر. من فکر کردم 15 16 ساله 17 ساله. چون؟ بله دیگه. خب من فکر کنم این آخره یه لحظه چپ و راست شد، نمیدونم خط رو خط شد. کلا استاد دانشگاه خراب کردی. آقای خود متشکرم. اصلا کدوم خانومی با درآمد 30 میلیون شما میتونه ماهی 30 میلیون شما زندگی بکنه؟ حالا ما هیچی نگفتیم، شما دارید برای خودتون ایراد میذارید رو ما. آقا ما خیلی به شما حال دادیم، ما هیچ بهتون نگفتیم. خودشیفته ای. جذابیتتون رو بذارید سر سفره بخوریدش. مگه همه چی جذابیت؟ نه الان خانمای الان پول میخوان فقط. با ماهی 30 تومن شما کی میتونه زندگی بکنه؟ تازه ایرادم قبول دارم. خودشیفته. من میخوام خدمتشون بگم که یک خانوم احساس میخواد امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. خیلی مخلصم که ما رو تا این لحظه تحمل کردی. تا دعوا نشده من کات بدم، داره داستان میشه. جنتلمن واقعی، مرد واقعی. آقا من یا چیکار کردی رفتن ها؟ برای اینکه هنوز برای من متولد نشدم. بله؟ چیزی متولد نشده برای من هنوز. اینجا رو یه سوسماس پلی کنی؟ معیارات چیه؟ دنبال چی بودی که ستاشون زدی ترکوندی؟ آخه اونا واقعا سنشون خیلی بالا بود. آخه چند تاشون واقعا مهربون بودن، دوستت داشتن. نه مهربونی فایده نداره که. من 6 تومن کلا حقوق میگیری کلاسم میذاری؟ بس دیگه 30 تومن هم زیاده تو این دور زمونه. مگه کمه؟ خرج 4 تا زن میشه داد باش. خب آقا معیار برگشته به 30 سال قبل فکر کنم. درسته؟ نه دقیقاً. آقا 30 تومن الان چی بهت میدن؟ همه چی. تازه خب دوستان پولدار هستن دیگه. دختری که من بخواد متولد شه بگیرم یقین بدونی پولدار میگیرم. ببین تا الان که سفید کردی از بعدم سینگل بمون ببین چه حالی میده. اینجوری که سخت پسندی گیرت نمیاد چیزی. آقا خیلی مخلصیم. اینم از آقا معیار گلمون. سلامت. آقا معیار یه خورده ساده پسند باش. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ بله.